اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت با رحم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بیگمان خداوند گفته زنی را که در مورد شوهر خود با تو بحث می کرد و با خداوند شکوه می نمود شنید و خداوند گفتگوی هر دوی شما را می شنید. بیگمان خداوند شنوا و بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. آنانی از شما که با زنان خیش زهار می کنند، یعنی زن خود را مادر خیش می خوانند، در واقع ایشان مادرانشان نیستند. مادران ایشان نیستند مگر زنانی که ایشان را زاییده اند و بیگمان ایشان سخن ناشایسته و دروغ می گویند و حقا که خداوند بخشایشگر و آمرزگار است. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. کسانی که زنانشان را زهار می کنند و سپس از آنچه گفته اند بر می گردند، مکلفند پیش از آن که با هم بستر شوند برده را آزاد سازند. با این حکم کفاره به شما اندرز داده می شود و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب علیم. پس کسی که برده را نیافت قبل از تماس زن و شوهر با یکدیگر لازم است 2 ماه مسلسل روزه بگیرد. کسی که روزه مسلسل هم نتواند بر وی لازم است تا 60 مسکین را طعام بدهد. این حکم برای آن است تا به خداوند و پیامبر او ایمان آورید و این حدود خداست و برای منکران عذاب دردناک است. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرین عذاب مهین. بیگمان آنانی که با خدا و پیامبر او دشمنی می کنند ذلیل کرده می شوند طوری که پیشینیانشان ذلیل کرده شده بودند. حقا که ما آیات روشن را نازل کردیم و برای کافران عذاب ذلتباری است. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید. روزی که خداوند همه ایشان را برمی انگیزد پس ایشان را از اعمالی که انجام داده بودند آگاه می سازد. خداوند شمار آن را گرفته است
و ایشان آن را فراموش کرده اند و خدا بر همه چیز گواه است. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیا ندیدی که خداوند آنچه را در آسمان ها و در زمین است میداند؟ هیچ رازی میان سه نفر نیست مگر اینکه او چهارم ایشان است و نه در میان 5 کس مگر اینکه او ششم ایشان است و نه کمتر از آن و نه بیشتر مگر اینکه او همراهشان است در هر جایی که باشند. سپس در روز قیامت ایشان را به آنچه کرده اند آگاه می سازد. حقا که خداوند به هر چیز داناست. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا ندیدی کسانی را که از سرگوشی با هم منع شده بودند سپس به کاری که از آن منع شده بودند باز متوسل می شوند و با یکدیگر به گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر سرگوشی می کنند و چون نزد تو می آیند تو را تهنیت می گویند که خدا تو را با آن تهنیت نگفته است و با خود می گویند چرا خداوند ما را به آنچه می گوییم عذاب نمی کند. برای ایشان دوزخ بسنده است که با آن داخل می شوند. پس چی بد جایگاهی است دوزخ. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ای مؤمنان، چون با هم سرگوشی می کنید با گناه و تعدی و نافرمانی پیامبر سرگوشی نکنید بلکه به نیکی و پرهیزگاری با هم سرگوشی کنید و از خداوندی که به حضور او حشر می شوید بترسید. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حقا که سرگوشی از شیطان است تا مسلمانان را اندوهگین سازد حالان که به ایشان هیچ ضرری عاید کردن نمیتواند مگر به اجازه خدا. پس باید مؤمنان تنها بر خداوند توکل نمایند. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. ای مسلمانان، چون به شما گفته شود که در مجالس جا باز کنید پس جا باز کنید تا خدا برای شما گشایش دهد و چون گفته می شود برخیزید پس برخیزید. خداوند درجات کسانی از شما را که ایمان آوردند
و آنانی را که علم داده شده اند بالا می برد و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ای مؤمنان، وقتی که می خواهید با پیامبر به مشوره بپردازید، پیش از مشوره خیش خیراتی بدهید. این کار به شما بهتر و پاکیزه تر است. اما اگر توان خیرات را نداشتید، پس خداوند آمرزنده و مهربان است. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا از فقر ترسیدید که پیش از مشوره خیش با پیامبر صدقه بپردازید؟ اما حالا که این کار را نکردید و خداوند از فروگذاشت شما درگذشت، پس نماز را با کمال و تمام برپا دارید و زکات بدهید. خداوند و پیامبر او را فرمان ببرید و خداوند به آنچه میکنید با خبر است. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. آیا ندیدی کسانی را که با قومی دوستی کردند که خداوند بر ایشان خشم کرده است؟ ایشان نه از تو و نه از آنهایند و به دروغ سوگند میخورند در حالی که خودشان میدانند. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. خداوند برای ایشان عذاب شدید آماده ساخته است، زیرا آنچه ایشان انجام میدهند واقعا برایشان بد است. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سوگندهایشان را سپری بر روی اعمال بدشان قرار دادند و بدین گونه مردم را از راه خدا باز داشتند و بنابراین برای ایشان مجازاتی است رسوا کننده. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هرگز مالها و فرزندانشان هیچ عذاب خدا را از ایشان دفع نمی کند. ایشان اهل آتشند، در آنجا همیشه به سر می برند. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. روزی که خدا همه ایشان را برمی انگیزد، آنگاه با او سوگند می خورند چنان که حالا با شما سوگند می خورند و چنین می پندارند که بر چیزی هستند، یعنی کاری خوبی انجام داده اند، ولی بدانید که آنها واقعا دروغگویند. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان بر ایشان غلبه کرده است و ذکر خداوند را فراموششان گردانیده است. ایشان حزب شیطانند. بدانید که حزب شیطان همانها اند زیانکار.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. واقعا آنانی که با خداوند و پیامبر او ستیزه می کنند هم ایشانند در جمله ذلیل‌ترین آفریده ها. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. خداوند مقرر داشته است که با یقین من و پیامبرانم پیروز می شویم. حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منی است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. چنین مردمی را نمی‌یابی که از یک سو به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند و از سوی دیگر با کسانی که به خداوند و پیامبرش سر ستیز دارند دوستی کنند، اگرچه این ستیزکاران پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خویشاوندانشان باشند. اینهایند که خداوند در دلهایشان ایمان را جایگزین ساخته و ایشان را با روح از نزد خودش تقویت بخشیده است و آنها را به باغهای داخل می کند که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد، در آن جاودانه به سر می برند. خداوند از ایشان خوشنود شده و آنها نیز از خدا خوشنودند. ایشان حزب خدا اند. بدانید که مسلماً حزب خدا هم ایشانند رستگار. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.